صاحب هدایه در کتاب الصوم آنجا که در رابطه با احکام روزه و روزه‌داری بحث میکند میگوید الصوم ضربان واجب و نفل. میگوید روزه دو گونه است، دو نوع هست، یکی روزه واجب یعنی فرض و یکی روزه نفلی نافله. والواجب ضربان ما يتعلق بزمان بعينه كصوم رمضان والنذر المعين فيجوز صومه بنية من الليل وإن لم ينوي حتى أصبح اجزأته النية بما بينه و بین الزوال. میگوید خب حالا که روزه دو گونه است، اول ابتدا درباره روزه فرض بحث کنیم. میگوید روزه فرضی هم دو خیل است. بعضی از روزه ها خب به یک زمانی معین مشخص مربوط هستند، تعلق دارند. مثل چی؟ مثل روزه ماه رمضان و همچنین روزه‌ای که یک نفر انسان در یک وقتی معین نذر کرده است که روزه بدارد. می‌فرماید در این گونه روزه، یعنی روزه هایی که وقتش مشخص است، معین است، جایز است این روزه با نیتی که شب میکند انسان. خب حالا بحث خواهیم کرد که برای روزه دار در نیت، حالا بحث خواهیم کرد که روزه دار باید هر شب نیت کند روزه را شبانه. اما در نزد مذهب حنفی روزه‌ای که وقتش معین و مشخص است مثل ماه رمضان یا روزه نذری در یک وقتی معین، در این گونه روزه ها واجب نیست نیت شبانه، بلکه تا زوال هم میتواند نیت کند. یا وقت یعنی به این معنا که فرض کنید یک نفر روزه دار شبانه، این بر اساس مذهب حنفی است، مذهب شافعی چنین نیست. در مذهب حنفی مثلا فرض کنید شما باید شبانه نیت میکردید. شبانه یعنی هنگامی سحر که خوردن، در سحر که میخورند قبل از اذان باید نیت کنند که من فردا هر روز، یعنی هر شب باید نیت کنند که من نیت میکنم که فردا رو روزه بگیرم برای خدا. خب حالا فرض کنید یک نفر خوابش بود و وقتی بیدار شد دیگه روز است. فرض کنید مثلا وقتی نماز بامداد، بعد از بامداد خوابید و دید که ساعت مثلا 9-10 شده است. این شخص میتواند تا وقتی زوال نیت کند. زوال هم همون پیش از نماز ظهر است. اما بعد از زوال دیگه نمیتواند. تا وقتی زوال میتواند نیت کند. عرضم حضور شما، اما نوع دیگر از روزه که در یک وقتی معین ندارد و ضرب الثانی ما ثبت فی الذمه كقضاء شهر رمضان و النذر المطلق و صوم الكفاره فلا يجوز الا بنیة من الليل. نوع دیگر از روزه که در یک وقتی معین نیست، مثل چی؟ مثل قضای شهر ماه رمضان. کسی با یک علت، با یک سبب نتوانسته ماه روزه را روزه بگیرد، چون این شخص خب در ذمه اوست که باید قضا کند این روزه اش را، وقتی هم مشخص نیست برای این. یا مثال دیگرش نذر مطلق، یک نفر با صورت مطلق نذر کرده است که روزه بگیرد، وقتی را برای آن تعیین نکرده است. یا روزه کفاره، حالا خواهیم گفت کفاره یعنی چی. در این صورت در این نوع روزه باید فقط شبانه نیت کند، دیگه مثل اون روزه معین نیست که روز هم تا زوال بتواند نیت کند. نه، نیتی او فقط در همون سحری است. اما در مورد روزه های نفلی که آن روزه‌ای که واجب نیست، فرض نیست، صاحب هدایه میگوید و النفل كله یجوز بنیة قبل الزوال. در رابطه با روزه های نفلی نیت
قبل از زوال هم جایز است. قبل از اینکه خب زوال رو که عرض کردم قبل از نماز ظهر است، قبل از نماز ظهر. حالا با حساب امروز مثلا فرض کنید 10 دقیقه قبل، 15 دقیقه قبل، چنین تا زوال میتواند نیت کنند. خب یه بحثی هست در احکام روزه در رابطه با اینکه چگونه ما ثابت می شود اولی ماه رمضان. صاحب هدایه میگوید این مسئله مهم است. این هم ینبغی للناس ان یلتمسوا الهلال فی الیوم التاسع والعشرین من شعبان. میگوید برای مردم لازم است که در ماه 29 شعبان، یعنی شعبان ماه است قبل از رمضان، در روز 29 به دنبال دیدن هلال روند. توجه هستید؟ یعنی یک ماه بر اساس سال شماری قمری اولی ماه همون وقت است که شما هلال را نگاه کنید. هلال همون وقتی که ماه نمایان می شود. میگه روزی 29 مردم باید به دنبال این دیدنش روند، ببینند آیا هلال ماهی رمضان پیدا شده است یا نیست. اگر دیدند که روزه همان اولی رمضان همان روزی است که این هلال دیده شد، وقتی دیدن دیگه باید روزه بگیرند. فإن غم علیهم، حالا یه وقت هست آسمان ابری است، ماه دیده نمی شود، چیکار کنند؟ فإن غم علیهم اکملوا عدة شعبان 30 یوما ثم صاموا. در این صورت باید 30 روزی شعبان را کامل کنند. یعنی شعبان را بگویند مثلا این ماه شعبان 30 روز است، چون هلال که دیده نشد، سپس روزه بگیرند. چرا؟ دلیلش چیست؟ و این دلیل که پیامبر فرمودند صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته فإن غم علیکم الهلال فاکملوا عدة شعبان 30 یوما. پیامبر فرمودند که روزه بدارید با دیدن هلال و افطار کنید با دیدن آن. افطار منظور پایان ماه رمضان، یعنی عید فطر. کی رمضان شروع می شود؟ پیامبر میفرمایند با دیدن هلال ماه. کی روزی اولی ماه است که بعد از رمضان می آید؟ یعنی همون روزی عید فطر، همون روزی است که هلال را شما میبینید. خب فإن غم علیکم، اگر برای شما آسمان ابری بود، هلال دیده نشد، چی؟ اکملوا عدة شعبان 30 یوما. در این صورت شما ماه شعبان را 30 روز با 30 روز تکمیل کنید و سپس روزه بدارید. بعد صاحب هدایه میفرمایند ولا یصومون یوم الشک الا تطوعا. فرض کنید مردم در مورد اینکه آیا، حالا بیشتر در مورد آخری رمضان است، مردم شک میکنند که آیا این روز آخری رمضان است یا اینکه اولی شوال، یعنی عید، روز عید. در اینجا اگر شک کنند، ندانند، یعنی احتمال بدهند که شاید آخری رمضان باشد یا احتمال هم رود که نه شاید روز عید است، در این صورت اگر روزه هم بگیرند، روزه بگیرند با نیت تطوع، نه روزه ماه رمضان روزه بگیرند. تطوع یعنی با نیت ثواب، مثلا روزه نیت روزه کنند. چرا؟ چون روز عید اگر بالفرض اون روز شک در واقع روز عید بود، خب روز عید که مکروه هست روزه گرفتن، نیت روزه. برای همین باید اگر هم نیت روزه میگیرند با نیتی ثواب پاداش نیتی روزه کنند، نه با نیتی ماه رمضان مثلا. توجه هستید؟ حالا این در مورد رؤیت هلال است. نکته ای که در اینجا قابل یادآوری است این است دوستان، ببینید
در این روزها که معمولا 1 ماه پیش یا چند هفته پیش اعلان میشد که فلان روز روزی رمضان است. خب با حدیث پیامبر که جور نمیاد. پیامبر میگن که روزه را شروع کنید با دیدن هلال. خب 1 ماه پیش خیلی اینو تعیین کردند. خب بر حساب ماه شماری های امروز که دقیق هم هست میتوان پیش بینی کرد این را که فلان روز اولی ماه رمضان است. حتی اینو عرض کنم که این مسئله اختلافی است. من اینو یک گونه حالا ان شاء الله درسی بعدی ادامه خواهیم داد که چگونه حالا شروع می شود ماه رمضان، یعنی ثابت می شود دیدن هلال، نه بحث خواهیم کرد. اما این نکته رو عرض کنم پایان این درس امروز. ببینید مسئله اختلافی است. بعضی از فقها میگن که اعتبار ندارد این ماه شماری ها و احتمالی اشتباه در آن هست. مثلا ماه شماری بگوید که فلان روز اولی ماه هست اما احتمالش هست که اون روز ماه اول رمضان نباشد. اما بعضی میگن نه، تا هنوز که این ماه شماری ها اشتباه نکرده است، لذا این اختلافی است. حالا باید چیکار کرد؟ در اینجا باید هر انسان بر اساس فتوای مجتهد عمل کند. اگر او از مجتهد تقلید نکند، مثلا در مذهب حنفی هم چنین نیست که درست است که صاحب مذهب مجتهدی حنفی هست، اما در امروز علما مجتهدین حنفی هم هستند. باید دید آنها چی میگویند، مجتهدهای حنفی چی میگویند. اگر آنها گفتند که نه، بر اساس فرموده پیامبر ما باید اولی روز را با رؤیت شروع کنیم، دیگه از این سخن این مجتهد آدم پیروی کنند. اگر نه، گفت که ماه شماری، حساب ماه شماری درست است، در این صورت خب مکلف هم از سخن او تقلید و پیروی میکنند. متوجه هستید؟ لذا این مسئله چون اختلافی است باید دوستان احتیاط کنند. اولی ماه را بر اساس فتوای مجتهد، نه اینکه مجتهد با ما و شما میگوید که آقا امروز اول است یا فردا، نه، او میگوید که فتوا میدهد که ثبوتی اولی رمضان با رؤیت است، نه ماه شماری. اگر چنین گفته است ما باید در دنبال دیدن هلال رویم. اگر نه، گفت که نه ماه شماری هم درست است، اون وقت میتوان حالا 1 ماه پیشم، 2 هفته، 3 هفته پیشم مثلا تعیین کرد روز اول را. خب این بود یک احکام. در انشاءالله جلسات بعدی هم در رابطه با احکام روزه‌داری و کفاره و اینا بحث های خواهیم داشت. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی اهل بیت الطاهرین و صحبه المنتجبین.